قاعده 8: هیچگاه ناامید نشو. اگر همه درها به رویت بسته شد، سرانجام او کور راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز می کند. حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد. شکر کن، شکر کن. پس از رسیدن به خواستت شکر کن. صوفی آن است که حتی وقتی خواسته‌اش محقق نشده شکر گوید. خیلی ساده و راحت شکرگزاری که هر روز صبح میتونیم با یادآوری این که زنده ایم، راه میریم، سقف بالای سرمونه، چشم داریم، هر چیزی که فکر میکنین بهش وابسته هستین، میتونین حرف بزنین، میتونین بیاشامین، میتونین بخورین، هر چیزی، تمام اینها جای شکر داره، شکرگزاریه. و این جزو قاعده 8 شمسه. چه چیزی واضح، چه چیزی رساتر از این به نظر من. قاعده 9: صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست، به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن، به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن. عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می‌کشند و هضم می‌کنند. می‌دانند لازم است تا هلال ماه به بدر کامل بدل شود. چه چیزی زیباتر از صبر کردن در زندگی وجود داره؟ از اینکه منتظر چیزی باشی، از اینکه منتظر شب باشی و روز رو تحمل کنی، از اینکه منتظر روز باشی و شب رو تحمل کنی. باور به اینکه بعد از هر سختی آسانیه.